که واقعا عاشق عشقش باشه باید بتونه عشقش از بین 10,000 نفر پیدا کنه. درست. خب حالا اگه واقعا تو عاشق شیوایی باید بتونی شیوا رو توی این جمع پیداش کنی یا نشونم بدی. ها اینطوری. آره اینطوری. باش. دقت کن. با احترام، با افتخار دعوت میکنم از شیوا خانوم. آخه شل مقصود اون هیکل به خانوم میخوره، به زن میخوره، چی میگذره تو ذهن خطرناک تو؟ یه بار دیگه امتحان کن. خب با احترام، با افتخار دعوت میکنم از بانو شیوا. ببین چون که داره بهمون خوش میگذره یه شانس دیگه هم بهت میدم. آقا اجازه بدید نفر سومو به چشم خواهرین من انتخاب کنم. اون در حالت عادیش گیج و کور، الانم که عاشقه. اجازه بدید من انتخاب کنم. درم شیوا خانم تشریف بفرمایید. خواهرم نقابتو بردار. برادرم نقابتو بذار برو سر جا. هر مگه ما بچه ایم؟ مگه ما مسخره ایم؟ خان پادر برداشتی همه رو مرد انتخاب کردی، یه دونه ماسک گذاشتی روشون میگی دختر منو عوضت اینا انتخاب کن. خب نامردیه، بی‌معرفتیه. همه نقابا رو بردارین. بردارین. اینو نمیکنه. این فقط اون ستایی که ما انتخاب کردیم مرد بودن. آقا ما رو ببر. ما رو ببر عزیزم.